مسلمان دوست دارد. فقیرها امروز مایه امتحان انسانهای دارا و ثروتمند است. امروز برای دنیا، برای مال دنیا مال خود دریغ نمی‌داریم، اما برای فقیرها و مسکینها امروز ما و شما بخیلی می‌کنیم. باید محبت و دوستی داشته باشیم. خداوند بعضی ها را فقیر آفرید چون که ما و شما را به سبب اینها امتحان کنند، ما و شما را امتحان کنند و درجه های، اگر از این امتحان گذاریم درجه های بلند خداوند نصیب روزی گرداند. خداوند همه ما و شما را هدایت کند، توفیق را رفیق من و شما گرداند، راه راست را راه من و شما، محبت فقرا و مسکین ها را خداوند در قلب های من و شما جا بگرداند. از شفاعت پیامبر صلی الله علیه و سلم خدا با نصیب بگرداند. خدایا همنشین رسول الله صلی الله علیه و سلم بگرداند. خدای بدیدار رسول الله صلی الله علیه و سلم مشرف بگردان. خدای بدیدار خود مشرف بگردان. خدای اسلام را عزت بدی. اللهم اعز الاسلام والمسلمین وانصر الاسلام والمسلمین ودمر على اعداء الدين وشتت شملهم وفارق جماعاتهم. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره برحمتك يا خدا رحمت شما بسیار مولید بسیار بسیار نصیحت‌های دیر و شور حضور کردن شما امیدوار بودن نیک باشدارم همه رنگی چوری آفیدن شمادی میگن شما را منم از اون همه جمعیتی دوستان و شما و داملا و مهمونایی که اومدن وقتی خشم درک نداشتن و شروع کردن باز یاد بوریدن شمادی میگن در اینجا خدا از طرف حضور دارد.